درود عزیزان، بازم شعله گلخوجه هستم که در ملاقات با شما قرار دارم و امروز 10 می است و همراه با شما میبینیم که در تاجیکستان و جهان چی میگذرد. و قبل از شروع برنامه خبری رادیو آزادی، چون همیشه من برای شما تلاش میکنم که در چند دقیقه سرخطی خبرهای مهمترین برنامه را به سهمتان برسانم. خب، ما در رابطه با اون صحبت خواهیم کرد که از درگذشت شاعر معروف توجیک بزرگ صابر 10 روز میگذرد و در تاجیکستان در وطن شاعر آمادگی ها به دفن او ادامه دارد و ما برای شما در برنامه امروز نمایش خواهیم داد که جسد بزرگ صابر در کدام آرامگاه دفن کرده می شود، در بین کدام شاعرها به خاک سپرده می شود و همکاران ما در آرامگاه بودند و حتی قطعه زمین رو هم نوار گرفتند و ما به شما تفصیلات رو در برنامه خواهیم گفت. و همچنین از آن صحبت میکنیم که ارتش اسرائیل اعلام کرد که صبح امروز ایران با پایگاه نظامی این کشور 20 موشک پرتاب کرده است، اما مقامات انتظامی این کشور میگویند که آنها توانستند به این حمله پاسخ بدهند. این اظهارات در حال صدا میدهد که امریکا 2 روز پیش اعلام کرد که از سازش هسته‌ای ایران بیرون می شود و در اطراف این تحولات آیا ایران چی پیامدی داشته میتواند این تحولات به این کشور و چی میتواند سرنوشت داشته باشد؟ ما در این رابطه صحبتی داریم با همکارمون از بخش رادیوی فردا که در برنامه برای شما با تفصیل قصه میکنیم. و با مثل که حلقه تنگتر میشود بعد از اون که سیمکارت ها در تاجیکستان از سر به قید گرفته شدن، حالا مثل که مقامات تاجیک میخواهند تلفن های موبیلی هر یک نفر را رسما در یک فهرست ثبت کنند. انیقترش رقمی مشخص تلفن‌های موبیل رو که MI نام دارد، یعنی طوری شما میدونید هر تلفن رقم مشخص دارد و اگر این رقم ها در فهرست یگانه ثبت شوند، نهادهایی که دخل دارند و نهادهایی که ضبط هستند میتوانند به آسانی بفهمند که صاحب این تلفن کی هست و این معنای آن را دارد که شاید هر یکی استفاده برندگان تلفن از این به بعد هر یک قدمشان زیر نظارت نهادهای ضبط خواهد بود. این برای چی ضرور است؟ ما تلاش میکنیم در برنامه به این سوال نیز پاسخ بگوییم. و همچنین یک گزارشی داریم در رابطه با آن که دیگر کشاورزان توجیک ضرور ندارند که برای آموزش نرخ و نوا در بازار خودشون به بازار بروند و نرخ رو با چشمانشون ببینند تا که بعد آمده به محصولاتی که آنها پرورش کردن نرخ بگذارند. چون نهادهای تاجیکستان انیقترش کمیته امور تاجیکستان یک برنامه را راه اندازی کرده است که طریق پیامک این کار رو برای کشاورزان آسان میکند، ولی در شرایط دهات که در اونجا اینترنت چندان رشد نکرده است این برنامه چگونه عملی می شود و خودی کشاورزان از این برنامه‌ای که باید پیاده شود خوشنودن یا نه و اون چی نظر دارن شما در برنامه میتونید ببینید. و یک خبر دیگری هم داریم که شرکت موبیلی بیلاین از بالای کمیته انداز به دادگاه مراجعت کرده است. اگر شما خبر داشته باشید سال گذشته کمیته انداز این شرکت رو جریمه هنگفت بسته بود و مالک این شرکت که جانب روسیه بود مجبور شد شرکتش رو به تاجیکستان بفروشد و مالک نوی شرکت بیلاین از بالای این قرار کمیته انداز اکنون دیگر باره به دادگاه شکایت برده است و نگفته نماند که گفته می شود 10% سهمیه های این شرکت از حسن اسدالله زاده رئیس آریان بانک تاجیکستان است. باز خبرهای دیگر هم داریم، ما را منتظر باشید. بعد از 2 ساعت و 50 دقیقه ما شما را در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی با خبرهای بیشتر از تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما از در یوتیوب و www.azadi.org وبسایت رسمی ما.